مسئولین بانک ملی تاجیکستان سنگین کردن جزا برای معاملات غیرقانونی اسعار را از فشنگ‌های می‌دانند که برای جلوگیری از قانون شکنی در این ساحه مساعدت خواهد کرد. وابستگی است ما اجرا میکنیم لیکن به هر حال همکاری با محکمه فدرال نیست بسیار مهم است که یک جای ما برای پارلمانی تاجیکستان روز چهارشنبه 9 مارد با وارد کردن اصلاحات به کودکس‌های جنایتی و حقوق ویرانکنی مأموری تاجیکستان مجازات برای معاملات غیرقانونی اسعار را شدیدتر کرد. طبق این اصلاحات جزای مأموری برای شخصان واقعی تا 4000 سومانی، شخصان منصبدار تا 8000 سومانی، برای شخصان حقوقی تا 24000 سومانی با مصادره اشیاء حقوق ویرانکنی مأموری معین شده است. همچنین برای تکرارا صادر کردن این قانون شکنی از 4 تا 9 سال زندان تهدید می‌کند. شکرجان ظهورов رئیس مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان سنگین کردن مجازات را برای خرید و فروش غیرقانونی اسعار خارجی اقدام جدی عنوان کرد که مسئولیت بانک ملی را برای تامین تبادل اسعار خارجی بیشتر می‌کند. علیش کردن با پول ملی استفاده بردن یا که برعکس وقتی که میخواهد فرزندش رو با بیرون برای معالجه برد سامانه‌اش رو با ببخشید اسعار خارجی عوض کردن امکانیتی خوب داشته باشد یعنی امکانیتی به زحمت به تشویش به نوبت زیاد و هاکذا کارهای زیادی تشکیلی رو کردن در کار. مسئولین بانک ملی هم اعتراف میکنند که حالا بعضی کمبودی‌ها در نظام بانکی برای تبادل سری وقتی اسعار وجود دارد که در آینده نزدیک برطرف خواهد شد. بازار قربی نقدی بازار از قربی رسمی بانک ملی تدریجاً پست است. یعنی که با 1% با طرز منفی یعنی که قربی رسمی امروز از قربی بازاری بالاتر است. اقتصادشناسان تاجیک پرزور کردن جزا نسبت خرید و فروش اسعار خارجی را در تاجیکستان برای استواری پول ملی اقدام ناگزیر عنوان میکنند، ولی از نگاه آنها بالا بردن قرب رسمی دلار نسبت بازار سیاه میتواند برای اقتصادیات پیامد منفی داشته باشد. آن همون جلب کردن مبلغ رو به بانک نسبتا کاهش میدهد و این واقعا این خطرآور است. تاجیکستان قبلا با سیاست لیبرالیش در بازار اسعار معروف بود و شماره نقطه‌های مبادله اسعار بیش از 1,500 را تشکیل می‌کرد. بانک ملی آنها را سببگار اساسی بالا رفتن قرب دلار دانست و فعالیت آنها را قطع کرد.